چطور به انگلیسی بگی من به کار کردن تو شب عادت دارم؟ خیلی ساده تر از اون چیزیه که فکرشو بکنی. 3 ثانیه فکر کن. خب توی انگلیسی وقتی میخوایم بگیم به چیزی عادت داریم از این ساختار استفاده میکنیم. am, is, are به اضافه used to به اضافه فعل ing دار یا اسم. مثلا ما به زمستون‌های سرد عادت داریم. We are used to cold winters. We are used to cold winters. پس من عادت دارم میشه I am used to. I am used to. من به کار کردن عادت دارم میشه I am used to working. I am used to working. تو شب میشه At night. At night. پس من به کار کردن تو شب عادت دارم میشه I am used to working at night. I am used to working at night. با همین الگو من به زندگی تو استانبول عادت دارم میشه I'm used to living in Istanbul. I'm used to living in Istanbul. برای فهمیدن تفاوت این ساختار با یوزتو به تنهایی به پست قبلی مراجعه کنید. حالا شما بگید من به رانندگی کردن تو ترافیک سنگین عادت دارم. کدوم گزینه درسته؟ برامون کامنت کنید.